آقای رضا درویش، فکر کنم شما از خیلی وقت پیش منتظر چنین روزی بودی که اینطوری رفتار کنی. من یک سوال دارم. شما بازیکن‌ها رو جریمه کردی، خیلی هم دارن به به چهچه میکنن، ولی چه کسی شما رو جریمه خواهد کرد؟ وقتی اردوی پیش فصل نرفتیم کسی بود جریمتون کنه؟ 2 سال نرفتیم، 2 سال ما نمیتونیم یه اردوی خارجی درست بریم، در حالی که تیمای رقیب همه رفتن. زمانی که شما دفاع چپ برای ما نگرفتی، عزت اللهی رو نگرفتی، دروازه‌بان دوم نگرفتی، مهاجم نگرفتی، دروازه‌بان خالد آبادی رو نتونست بگیری، چه کسی بود شما رو جریمه کنه؟ چه کسی شما رو جریمه کرد وقتی 2 ماه تمام همه رو تاب دادی که آخرش بگی کایسدو رو هوادارهای استقلال ترسوندن نیومد، اونم تو شرایطی که طرف تو ایتالیا و مافیا و اون تهدیدهای کشور ایتالیا زندگی میکرد؟ کی شما رو جریمه خواهد کرد؟ کی شما رو جریمه خواهد کرد وقتی با علی بیرانوند بهترین دروازه‌بان ایران اینگونه برخورد کردی و اگر بچهای دیگه نبودن علی رفته بود استقلال، بهش گفتی نیازمند ازش خیلی بهتره. نیازمندی که الان تو دیگه برتر 3 تا کلین شیت داره، علی 5 تا. حرفی نیست، همه چیز رو هوادار میدونه. کی شما رو جریمه خواهد کرد وقتی رفتی سرخوت یه بازیکنی رو برداشتی آوردی که اصلا انگار بلد نیست راه بره؟ نبیل باوی. یحیی همون روز گفت خریدن بازیکنی که مورد تایید کادر فنی نیست عواقب داره، اینم عواقبش. کی شما رو باید جریمه کنه؟ پشتتون به کی پره؟ دارید این همه گند بالا میارید و موندگارید و اصلا کسی نیست تهدیدتون کنه به رفتن. یا شما باید برید. شما زمانی که پریرا، دیاباته، لوکادیا رفتن، عبدی رفت، عیسی رفت، کسی بود جریمتون کنه که چرا اینا رفتن؟ توی یه باشگاه معمولی 2 تا بازیکن میرن به فنا، اینجا پرسپولیس شما تیمو زدید نابود کرد، 8 نفر رفتن، کسی بود شما رو جریمه کنه؟ در آخرم حرفم با هواداره. خوشحالی بعد بازی النصر مربی میره یه مربی دیگه میاد، خب ولی اینو بهت بگم، برانکو زمانی که برگشت ایران در حالی که فوتبال ایرانو میشناخت 1 سال طول کشید تا تو پرسپولیس جا بیفته. یه نیم فصل که اومد تیمو نگه داشت تو لیگ برتر با نتایج افتضاح. نیم فصل دوم هم شرایط خیلی بد بود ولی تیمو شناخت. 1 سال تیمو شناخت، تیم جون گرفت، شدیم این. 1 سال گذشت ولی تا برانکو تونست تو پرسپولیس ایده‌های تاکتیکی خودشو بیاره. هوادارم پشتش بود. آیا هوادار پرسپولیس میتونه 1 سال تحمل کنه؟ من نمیگم 1 سال، میتونه امسال بدون جام باشه. امسال اگر جام نگیریم آسیا نمیریم، چون فرمت جدید فوق حرفه‌ای آسیا در راهه. میتونی تحمل کنی استقلال تو آسیا باشه؟ بهتر نیست به جای جریمه کردن ها، کوبیدن ها، نابود کردن ها تیمو تو نقل انتقالات تقویت کنید؟ یحیی که پایان فصل قراردادش تموم میره دیگه، حداقل یه کاری کنید این تیم امسال موفقیت به دست بیاره برای سال آینده که مربی خارجی خواست بیاد، بدونیم تو آسیاییم، 2 تا بازیکن بلند کنه بیاد اینجا، نه که بگه آقا تیم تو آسیا نیست نمیام. دارید چه میکنید؟ وایس استقلالیا رو دیدید چی میگفتن؟ شما دارید کمک میکنید به استقلالیا و سپاهانیا برای قهرمانی. هر زمانی پرسپولیس اتحاد داشت به قهرمانی رسید، شما دارید اتحاد پرسپولیس رو خورد میکنید. وقتی من میگم تیم بد بسته شده دلیل دارم. توی هوادار میای میگی که ما بهترین های ایران رو داریم، چرا ما باید بگیم بد بسته شدیم؟ من بهت میگم بد بسته شدیم، این تیم الهلاله، نباید خودمون رو با الهلال مقایسه کنیم، ولی یه مقایسه کنید، یه نگاهی کنید ببینید چگونه توی مسابقات آسیایی دارن شرکت میکنن. ترکیب اصلیشون محمد اویس، عبدالحمید، کولیبالی، بریک، کنو، نوس، میشل، مالکوم، سالم دوستاری، میتروویچ، ساویچ و نیمار هم فعلا مصدومن که ساویچ میرسه. توی نیمکتشون از 11 تا ملی پوش تیم ملی عربستان که 11 تا ملی پوش دارن، 7 تاش نیمکت نشینن که بازیکنایی مثل بلهی، سالشهری، شهرانی، دوستاری، قحطانی، دوسری، همدان، مالکی، اینا بازیکنایی هستن که روی نیمکتشون قرار دارن. تازه تو این لیست بونو هم اضافه کنید، دروازه‌بانی که از اروپا به تیمشون اومد، دروازه‌بان سویا بود فکر کنم. بعد نیمکت ما رو برید ببینید کیا رو نیمکت ما قرار دارن. حرفی هم بزنیم میگیم ما بهترین ها رو داریم. ما الان برای لیگ برتر هم مشکل داریم، چه برسه به آسیا. بعد آقا رضا درویش پرز قدیمی بدون که خندش بگیره میاد میگه که آقا شما برید النصر رو ببرید، ما جریمه که کردیم رو میبخشیم. مثلا النصر که تو 18 مسابقه 17 تا برد آورده، یه دونه مساوی، 52 تا گل زده تو 17 تا مسابقه. چی بگم دیگه، تو 18 تا مسابقه
واقع بین باشید، این تیم رو ضعیف بستن، تقویتش نکردن، از عمدم نکردن، خودتونم میدونید دلیلش چی بوده و درویش هم افتاده به جون تیم. استقلالی هم از اون ور قشنگ دارن تیمو نابود میکنن. همگانی حداقل هوادار تو پشت تیمت باش.